سلام خوانندگان عزیز و بینندگان گرامی. موضوع درسی امروزمون از فن فیزیک گنجایش الکتریکی می باشد. خب گنجایش الکتریکی این یک موضوع خیلی سری وقتی و موضوع خوبی می باشد که در همین شب و روزی که بیساله علم های دقیق بخصوص در ما الکتروکرونی مملکت رفته ایستاده است، ما باید درباره گنجایش هر یک ناقل ها معلوماتی خوب داشته باشیم. چون که ما در اینجا می‌بینید در موضوع امروزه ما در دو ساقه را در اینجا گرفتیم. ساقه های گوناگون، یکی از اینها متال های گوناگون، یعنی یکی اگر از آلومینی گیریم دیگر رو مس میگیریم. در اینجا خصوصیات های هر یک متال رو ما می‌دونیم که زیچه داخلی اتم مولکولای هر یک متال به طرز خود گوناگون است. بنابراین همین سبب هنگامی برقمان کردن یعنی ضریرناک کردن این متال ها ما می‌بینیم در یک شماره ضریرات های مثبت یعنی که 8 عدد و در دیگری 6 عدد به چشم میرسد. خب هنگامی در با واسطه اسباب الکترومتر معین کردن عدد شماره یعنی ذره‌چه های ضریرناکی که در داخل دو متال گوناگون پیدا شده است ما اینها رو دیده میبریم. در یکم میبینیم چون که در اینجا شماره گفتیم ذریات ها 5 عدد بود، در اینجا 8 عدد بود. 8 عدد بود، در اینجا پیدا می شود چند عدد؟ 6 عدد. چون که هنگام نقل کردن یعنی گزارشی همین ذره‌چه‌های ضریرناک با الکترومتر در اینجا با واسطه ناقل که نقل کرده می شود دو عدد اون در راه صرف می شود، یعنی که صرفی همین ناقلی هم استعمال کننده حساب می شود که ذره‌چه‌های ضریرناک رو استعمال می کند. ببینید در ساقه دوم 6 عدد البته 6 عدد موجود است. هنگام گزارش در اینجا گذشته است چند عدد؟ 6 عدد. چون که در اینجا می‌بینیم ناقلی که استعمال کننده است مثلا مثل باشد زیادتر استعمال می‌کند و ناقل دیگر و اگر آلومینی باشد استعمالش خیلی کم است. بنابر همین سبب در همین گوییم که خانه‌های ما در تمام یعنی خانه‌های استقامتی و دیگر جای‌ها بیشتر هنگام گوییم که یعنی مونتاژ کردن خانه‌ها گوییم که یعنی برق کنونی از ناقل آلومینی بیشتر استفاده می‌برند که به یگان گوییم صرف زیادتی جریان الکتریکی رو از جای لازمی تو به جای لازمی برده میرساند. مثلا از ترانسفورماتورها تو به همون جایی که استعمال میکنن جریان رو استعمال کنندگان استعمال میکنن برده میرساند. بنابر سبب اسبابی که ذره‌چه‌های ضریرناک الکتریکی رو خواب چین میکنن هم ما داریم الکتروسکوپ و هم داریم الکترومتر. الکتروسکوپ ها در اینجا اسباب های استفاده در نزد ما هر دو اسباب ها برای این با ما حاضر درباره هر کدام اینها معلومات میدهد. یکی از شاگردان ما یوسف جان که معلوماتی درباره اینها دارند و ما معلومات داده میتونم مرحمت. چطوری که ما میبینیم در اینجا دو اسباب گذاشته شده است که یکی آنها الکتروسکوپ نام دارد و دیگرش الکترومتر و هر یک آنها هر یک دو اسباب ها چطوری که ما میبینیم هر دوشون به هم دیگر خیلی مانند میباشند و اما هر یک آنها وظیفه مخصوصی خود را دارند. مثلا اسباب الکتروسکوپ که وی نشان میدهد که در درون وی چی در کره متالی و چی قدر ذره‌چه های ضریرناک موجود است آیا نه و الکترومتر باشد وظیفه‌اش در اون است که وی معین میکند یعنی چین میکند که چی قدر ذره‌چه های ضریرناک در درون کره متالی وجود دارد. بله در خوب خیلی شرح درست دادن. البته الکتروسکوپ ها گفتیم برای تنها معین کردن در ورقه های کاغذی گذاشته شده است در داخل. همین ورقه های کاغذی که در داخل گذاشته شده است هنگامی داخل کردن مثلا یگان جسمی که سویش میدیم وارد میکنیم اونها از یکدیگر دور میشن. اما در اینجا باشد هنگامی سویش دادن و وارد کردن در اینجا میبینیم که اینها از یکدیگر چیکار حرکت کرده یعنی که شماره عددی همون ذره‌چه‌های ضریرناک رو نشان میدهد. خب ما در برای پرتر شدن درسمون از نگاره ها هم استفاده برده میتونیم و ما میتونیم از واسطه تصویرها هم در اینجا درباره همین و کمتر معلوماتی خوب انا ببینید در اینجا در تصویر این اسبابی که میبینیم البته الکتروسکوپ است. الکتروسکوپ ببینید وقتی سویش دادن ذره‌چه‌های ضریرناک در اینجا 3 عدد ذره‌چه‌های ضریرناک ببینید موجود است. هنگامی نزدیک آوردن به ساقه‌های متالی که در اینجا گذاشته شده است در الکتروسکوپ البته دو عددی اونها
با ضریب مثبت نشان داده شده است. اما در بیرون سه عدد است، گفتیم که در اینجا صرف در نظر گرفته می شود که یکی از آنها صرف می شود. در اینجا باشد ببینید اگر چند که ضریب منفی است، هنگامی با الکتروسکوپ نزدیک کردن از بس که ما الکتروسکوپ رو ضریب مثبت نوک ضریب کرده بودیم، ضریب‌های مثبت رو در داخل نشان می‌دهد که اما در چوبچه بونتی چنانکه که می‌بینید ضریب‌ها منفی اند. خب در اینجا به ضریب است، الکتروسکوپ در یک حالت مقرری قرار دارد و هنگام باز سایش دادن زیاد کردن ذره‌های ضریب نوک، ببینید در اینجا شماره ضریب‌های مثبت خیلی زیادند. در هر دو طرف الکتروسکوپ الکترومتر هستیم، در هر دو طرف خیلی خوب نشان داده شده است. در اینجا باشد علاقه ببینید چقدر برابر تقسیم کرده است. این ضریب‌های دو عدد ضریب مثبت در این طرف، دو عدد ضریب مثبت در این طرف، اقربک خیلی خوب نشان داده است. در این حالت در حالت مقرری به ضریب و در حالت دوم دو تا الکترومتر بر هم گذاشته شده است و در هنگام همین گذاشتن گوییم که یک ضریب نوک کردن، یک از گوییم که متال که ناقل ها رو بالای هم میگذارن، ببینن که در هر دوی اونها ذره‌های ضریب نوک چیکار میکنند؟ آشکار ساخته میشود، آشکار میشود. خب من این است با واسطه گوییم که الکتروسکوپ و الکترومتر نشان دادن ذره‌های ضریب نوک. انا در این نقشه که ما در اینجا با شما شرح دادیم، چون که میبینیم در Q1 کلان است، Q2 Q ها در اینجا چه است؟ عددی از ذره‌های ضریب نوک در اینجا است. در اینجا شماره زیاد است، در Q2 شماره کم است. فرق پتانسیلش را ببینیم، اگر Φ1 از Φ2 چه زیاد است. بنابراین همین سبب ما میتوانیم که در هنگام زیاد که باشد یکی از اینا رو ما میتوانیم چیکار کنیم؟ گیریم، چون که شماره باید کم نشان دهد در اینجا. خب بنابراین همین سبب در هر گونه متال ها فرق پتانسیل ها هر گونه است. مقصد برای آنکه گنجایش الکتریکی در ناقل ها زیاد شود، ما همون قدر میتوانیم که همین دیامتر گیریم یا که برش کندلنگی ناقل را قفزتر گیریم. انا در انشاءات هایی که گوییم که جریان الکتریکی در اکثریت انشاءات هایی که گوییم چه مؤسسه تعلیمی، چه مثلا بیمارخانه ها و عموما انشاءات هایی که انسانیت حیات به سر میبرد، در آنها از ناقل های گوییم 5 میلیمتری استفاده میبرند که تاب‌آور باشد در شدت جریان الکتریکی. هر قدر گفتیم دیامتر آن قفزتر شد، اما قدر گنجایش الکتریکی در داخل آن زیاد می شود. و بنابراین این سبب ما باید در وقت انتخاب همین گوییم که ناقل ها به خطا گیرانتیم تا اینکه بر رزونانس الکتریکی یعنی گرفتار نشود ناقل ما. هر قدر که اگر ناقل رو ما باری گیریم دیامترش رو، همون قدر تاب آوردن نمیتواند در زیر شدت جریان الکتریکی. مثلا گوییم منمون اسباب های برقی که ما در آنجا استفاده میبریم، البته میتواند که ناقل به یکم رزونانس الکتریکی گوییم که گرفتار شود. بنابراین همین سبب خب ما در موضوع امروزمون باز میتوانیم که از حل مسئله های استفاده بریم تا اینکه برای پرتر شدن مسئله هایمون گنجایش الکتریکی بزرگی را می‌نامند که با نسبت ضریب الکتریکی بر فرق پتانسیل های اون برابر است. ما این رو توسط فرمول به شما کم ترک شرح می‌دیم. خب که در اینجا چی است؟ گنجایش الکتریکی است. این برابر می شود به چی؟ نسبت Q بر چی می شود؟ بر فرق پتانسیل ها. ما می توانیم او گیریم، چون که در اینجا اوی ما برابر می شود با فرق پتانسیل یکم تعریف فرق پتانسیل چی؟ دوم. اصلا گیریم همین واحد شدت الکتریکی ولت است. ولت این کشش ضریب رو در اینجا در نظر دارد. ذره‌های ضریب نوک هنگام اجرای کار با کشش به حرکت می‌دارند. بنابراین سبب ما می‌توانیم در جای او استفاده بریم حرف فی رو هم استفاده برده میگه فرق پتانسیل رو آشکار کنیم. خب از اینجا می شود K برابر Q تقسیم می شود بر چی گفتیم؟ فی. خب با ما کمک می‌کند یکم کس برای کشیدن واحدها مرامت کنیم. باز ما در اینجا از خوانندگان استفاده می‌بریم که واحدها رو کشیم. هر یک واحد هر یک بزرگی فیزیکی مرامت در خود واحد معین دارد. فرمولا Q واحدش کولون می باشد. بله. فی باشد واحدش ولت می باشد. بله. هنگام تقسیم شدن این واحدها فرده حاصل می شود. فرده این واحد چی است؟ واحد گنجایش الکتریکی می باشد. در اینجا فرده با شرف عالم بزرگ انگلیس مایک فرده گذاشته شده است. خب خیلی خوب. مثلا از اینجا اگر ما
خب شما شنید ما اگر اینجا کیو ریافتنی شویم چی میشه در اینجا مرامت یا اون کس کار کرده میتواند بیاید شما برای یافتن کیو چیکار میکنیم کیو در اینجا ذره‌های ذریع‌نوکی که در داخل حرکت میکنند برای یافتن کیو ما کیو رو نویسانده بعداً گنجایش ضرب فی این برابر است واحد گنجایش این فراده بله ضرب این ولت وقتی که ما فراده را کشاییم کلان تقسیم ولت می شود و ولت را به تغییر نویسانده آنها را اختصار میکنیم و در نتیجه کلان حاصل می شود. در نتیجه چی کلون حاصل شد کلون واحد چی است چی ذرات چی کمیسات را ذریعه چی همین ذریعه چی است ذریعه که در داخل گفتیم حرکت میکند و کلون ifade کرده می شود کلون ها در اینجا ببینید در داخلی همه این پلوس ذره های اینجا چی است کیو ها هستند یعنی که با کلون ها ifade کرده می شود خب اگر از اینجا ما فرض کردیم فرق پتانسیل یابیم که فی رو یابیم به چی برابر می شود فی برابر چی می شود مرامت کی کار میکنه بیز جون انا این جون هم یکی از شاگردانی خیلی بهترین ما می باشد هنگامی فرق پتانسیل رو از اینجا پیدا نمودن ما در بالا کیو رو می‌نویسیم و در تک باشد در صورت مخرج در صورت مخرج باشد کارو و واحدی کیو کولوم میباشد واحدی گنجایش الکتریکی باشد فراده میباشد خب ما چی ضرور است کن و ما فرق پتانسیل ها یعنی که ولت باید یابیم چی باید کرد از فرمولا پس کولون رو می‌نویسیم و فراده ما رو میکشویم فراده شده ما کولون تقسیم ولت میباشد بله و در اینجا کولون های ما اختصار میشوند و ولت باقی میمونند آفرین چون که خوانندگان عزیز و تماشابینان گرامی در رفتی کشودن فرموله های فیزیکی ما دیدیم که شاگردان ما خیلی فعال بودند و در همه درس های ما چنین کشودن فرموله های استفاده برده می شود تا اینکه با تفکر تکنیکی خوانندگان و تفکرانی فیزیکی خوانندگان تاثیر خود را رسانده باشد. خب اکنون در برای باز هم مستحکم‌تر شدن درسمون ما از فعالیت‌های متماتیکی نیز استفاده می‌بریم. البته فن فیزیک را به فن متماتیک تصور کردن غیر امکان است. بنابر همین سبب هر یک درس ما به گوییم که حل مسئله ها نمیگذارد. ما در هر یک درس خود خب مسئله ها حل میکنیم. باز یک مسئله ترتیب میدیم. مسئله رقم 1. مسئله رقم چند گفتیم؟ 1. خب داده شده است. خب در این مسئله داده شده است. خب ذره‌های ذریع‌نوک یعنی که برابرند به 320 کولون. خب در این شدت یا که فرق پتانسیل ها برابر بوده است به 80 ولت. خب یافته شود در اینجا چی گفتیم؟ گنجایش الکتریکی. گنجایش الکتریکی ما یافته شود. خب در اینجا چی می نویسیم اکنون در وقت حل مسئله البته چون آنها در اینجا ما حل می نویسیم. خب از شما یکم کسی می تواند که مسئله رو حل کند. مرام شما. خب از کدام فرمول استفاده میبریم؟ چطوری که میبینید در فرم در عددهای داده شده زیرین خوب برابر است یعنی ذریعه ها برابر است به 320 کولون. فرق پتانسیل ها باشد به 80 ولت برابر است. از اینجا ما گنجایش الکتریکی ناقل ها را میابیم و برای یافتن گنجایش الکتریکی ناقل ها از فرمول اساسی استفاده میبریم. فرمول چنین باشد: K برابر است Q تقسیم فی. قیمت ها را میگذاریم. قیمت Q برابر است به 320 کولون. 320 کولون. قیمت پتانسیل باشد به 80 ولت برابر است. صفرها را اختصار می نماییم. 32 کولون تقسیم ولت 8 ولت برابر است به 4 فراده. 4 فراده. 4 فراده در نسبت کولون بر ولت چرا میتید فراده؟ خب جواب مسئله درست است. انا ببینید چون که میگویم در حل مسئله هم خوانندگان ما خیلی فعال می باشند. نباشد در دفترهای لابراتوری شما نوشته گیرید. خب در این درس با ما مسئله دیگر هم کار میکنیم. مسئله رقم 2. در مسئله رقم 2
اگر شما نوشته باشید من پاکیزه میکنم. خب در مسئله رقم 2 ما به طرز دیگر ترتیب میدهیم. خب در این مسئله یافته شود ذریعت، یعنی که ذره‌های برقمند یافته می شوند، داده شده است. خب فرض کردیم گنجایش الکتریکی برابر است به 100 فراده. با چی برابر بوده است؟ 100 فراده. خب او برابر، یعنی شدت به 5 ولت برابر بوده است. خب یافته شود، در اینجا یافته شود ذره‌چه های ذریع‌نوک، یعنی کیو ذره‌چه های برقمند. خب برای حل کردن این مسئله مرحمت کسی از شما؟ خب شوهانه برای یافتن ذریع‌نوک ما از فرمولای اساسی استفاده میبریم. فرمولای اساسی چنین میباشد. بعد از فرمولای اساسی ما میتوانیم که ذریع‌ها را یابیم. بله. آفرین. و همینطور ما فرمولا را نویسانده و میتوانیم عددهای آن را گذاریم. 100 فراده ضرب 5 چی؟ ما از اینجا الکی جواب برآمد 500. در اینجا ما فراده را میکشاییم، کولامب تقسیم ولت و ولت را به تغییر می نویسانیم و در اینجا ولت را اختصار میکنیم و جواب ما 500 کولامب. 500 چی است؟ کولون است. خب درست است حل مسئله. بینید یک بار نظارت کنید. اگر که درست باشد انا این مسئله دوم را هم میتوانید در دفترهای لابراتواریتان نویسید. خب تماشاچیان گرامی، خوانندگان عزیز، اگر خواهش بیشتر حل کردن مسئله را داشته باشید شما میتوانید تنها در این حالت قیمت ها رو عوض کنید. با عوض کردن قیمت ها، با عوض کردن هم جای های گویم فرموله های اساسی، شما میتوانید یک چند تا مسئله ها ترتیب داده در خانه مستقلانه حل کنید. اکثریت خوانندگان ما الکی آنها چگونه ترتیب دادن مسئله ها رو آموختند، میتوانند که مسئله های زیاد کار کنند. خب مسئله رقمی گویم 3 روز ما در اینجا بیان میکنیم. یعنی مسئله رقمی چند؟ 3. مسئله رقمی 3 رو هم باید که از همین فرموله های لازمی استفاده برده ترتیب دهیم. خب در مسئله رقم 3 ببینیم که چی داده شده است. مسئله رقم 3 خب داده شده است. اینجا چی می نویسیم که چون آنانا می نویسیم حل. خب در مسئله رقم 3 قوه جریان برابر است با 5 امپر. خب فاصله وقت باشد، فاصله وقتی که جریان میگذارد با 5 برابر است؟ ثانیه برابر است. خب در اینجا گنجایش الکتریکی باشد برابر است با 20 فراده. با 20 چی برابر بوده است؟ فراده. از اینجا چی یافته شود اکنون؟ فرق پتانسیل گوییم یافته شود. البته مسئله رو خیلی خوب ترتیب دادیم. مسئله خوب خواهش شدن که ما جریان رو زیادتر گیریم. قوه جریان رو اگر به 10 برابر گیریم گفتن مرحمت موافق خواهش شما. آفرین کار کنید کنی. و در مسئله داده شده ما در اینجا قوه جریانی ما به 10 امپر برابر است و وقتی ما یعنی به 5 ثانیه برابر می شود و گنجایش الکتریکی ما به 20 فراده برابر است و در اینجا در مسئله داده شده فرق پتانسیل ها نامعلوم می باشد و ما این را از فرمولای اول از فرمولای استفاده می بریم. و در اینجا هنگام پیدا نمودن Q ما می نویسیم Q برابر است به قوه جریان ضرب وقت و ما هنگام پیدا نمودن Q یعنی قوه جریان ما به 10 امپر برابر است ضرب 5 ثانیه برابر است. خب و هنگامی که ما در اینجا امپر را میکشویم این یعنی می شود کولامب تقسیم ثانیه تقسیم 1 و در اینجا ثانیه های ما اختصار می شوند و در جواب می شود 50 کولامب و ما در اینجا ذرات ها رو ذره‌های ذره‌ناک رو
пайдо намудем ва ҳангом боз мо аз инҷо аз формула боз фарқи потенсиалҳоро пайдо менамудем. ва формулаи мо чунин шаклро мегирад ва мо ва ин ададҳоро мегузорем ки q баробари 50 кулон ва ғунҷоиши электрикии мо бошад ба 20 фарада баробар аст. ба 20 фарада баробар аст. баробар. ва дар ин ҷо мо боз ҳамин ададҳоро менависем. барои кушодани воҳид. кушодани воҳидҳо фарадаро мекушоед. дар ин ҷо мо фарадаро мекушем ки фарадаи кушодани мо кулон тақсими волт мебошад. ва мо дар ин ҷо кулонҳоро бо ҳамдигар ихтисор мекунем ва як ноли инҳоро ихтисор мекунем ва 5 тақсими 2 мешавад. дар ин ҷо 2.5 волт. ва дар ин ҷо фарқи потенсиалҳои мо меборад 2.5 волт. хуб хонандагони азиз ва тамошобинони гиромӣ, чуноне ки дидем дар вақти ҳалли масъалаҳо ҳам каму беш мушкилотҳо ҳастанд, лекин ба ҳар ҳол хонандагони мо ҳаракат мекунанд ки аз дудаи ҳанамин мушкилотҳои ҳалли масъалаҳо ҳам баромада тавонанд ва кушодани ҳанамин воҳидҳоро ҳам аз дудаш мебарояд. хуб хонандагони азиз ва тамошобинони гиромӣ, агар шумо аз дарси имрӯзаи мо ба худ ягон баҳра гирифта бошед, ягон зарраи ҳам бошад, дониш омӯхта бошед, мо хеле шод ҳастем ва дар хона ба шумо супориш дода мешавад ки аз ҳалли ҳамин гуна масъалаҳо бештар ҳал кунед ва дар хониш дар роҳи физика ки яке аз инҳои дақиқ аст, ҳаёт аз он хеле зебо мешавад, ҳаёти мо аз он бисёр вобастагӣ дорад. ба ҳамаи шумо муваффақиятҳо мехоҳам. бо ҳамин дарси имрӯзаамон ба охир мерасад.